یادم مایک تایسون بوکسور حرفه‌ای از باغ وحش درخواست کرد تا با یک گوریل مبارزه کنه. به نگهبان اونجا $10,000 پیشنهاد کرد تا در قفس رو باز بکنه و با گوریلی که بقیه رو اذیت می‌کرد مبارزه کنه. اما این درخواست رد شد و بهش اجازه ندادن. یعنی واقعا میتونست گوریل رو شکست بده یا چون میدونستن تهش قراره بمیره نذاشتن مبارزه کنه. آخر این ویدیو متوجه میشیم که مایک تایسون میتونست برنده بشه یا نه. گوریل ها یکی از بزرگترین نخستیستان های زمینن، به طوری که حدوداً 1.8 متر قد دارن و تقریباً 200 کیلوگرم هم میشن. انسان ها هم تقریباً قدشون همونه، اما وزنشون از گوریل خیلی کمتره. بعضی گوریل ها از نظر جثه خیلی برتر از انسانن. گوریل از نظر قدرت فیزیکی خیلی تواناست و میتونه 10 برابر یک انسان نیرو وارد کنه. از طرفی با ماهیچه‌ها و انگشت‌های قدرتمندش قادره که یک درخت رو از جا در بیاره و پرت کنه. اما اینم باید ذکر کرد که گوریل از دعوا متنفره و یک غول مهربونه که تا وقتی مجبور نشه دوست نداره مبارزه کنه. اما قدرت گوریل فقط در زور بازو نیست، بلکه فک خیلی قدرتمندی هم دارن که میتونن باهاش درخت رو خورد بکنن و در گذشته از دندونهاشون برای شکار و دفاع استفاده میکردن. درسته که انسان هیچ جوره به پای قدرت بدنی گوریل نمیرسه، اما از نظر هوش برتری زیادی داره. گرچه بدون ابزار تقریبا انسان قدرتی در مبارزه فیزیکی نداره. دلیل این قدرت بدنی گوریل ها تکامل هاشون در سالهای متوالیه. این قدرت طوریه که گوریل میتونه تا وزن 1800 کیلوگرم رو بلند کنه و این یعنی حتی اگه روبروش یک انسان با قدرت عالی هم باشه بازم خیلی در خطره. اگرچه دندونهای گوریل برای استخوان شکنی مناسب نیست، اما توانایی شکستن استخوانهای کوچیک رو با دندونهای نیش داره. به همین دلیل داخل نبرد گوریل اگه 1% از فک استفاده بکنه حریفش قراره خیلی آسیب ببینه. علاوه بر دندونهای نیش قدرت گازشون هم 1300 PSI و این عدد از خرس، ببر و شیر هم بیشتره. اما قدرت واقعیشون در دستاشونه که میتونن حریفو بگیرن و محکم بکوبن به زمین. گوریل ها با وجود اینکه وزنشون تقریباً 2 برابر انسان هاست، اما بسیار چابکن و حدوداً 40 کیلومتر بر ساعت هم میتونن بدوئن و این سرعت برای حملات ناگهانی فوق‌العاده است. با اینکه بیشتر از کشیدن و گرفتن و پرت کردن استفاده میکنن، اما ضربه های خیلی سنگینی هم میتونن وارد کنن و به قدر این ضربه ها قویه که ممکنه داخل بدن رو کامل خورد کنه. حالا که گوریل رو دیدیم، بیاید ببینیم انسان چه حرفی برای گفتن داره. تنها سلاحی که انسان داخلش برتری داره فقط هوششه. میتونه با استفاده از هوش نقاط ضعف گوریل رو شناسایی بکنه و باهاش بجنگه، که البته کار راحتی هم نیست چون گوریل فرصت فکر کردن نمیده. اما خب انسان از گوریل کمی چابکتره و میتونه یکم از ضربه ها دوری کنه. از طرفی انسان هم دارای سیستم بدنی خاص با قلب و ریه های پیشرفته است که بهش اجازه میدن مدت زمان طولانی تری رو مقاومت کنه. حالا به نظرتون یک انسان آماده مثل مایک توانایی شکست گوریل رو داشت؟ در واقع با توجه به قدرت فیزیکی گوریل در مبارزه تن به تن، شانس پیروزی انسان تقریبا معادل 0. حتی اگه بسیار آماده این مبارزه باشه باز هم شانس خیلی کمی داره برای پیروزی. اما اگه انسان از ابزار استفاده بکنه شانسش بالاتر میره، که البته دیگه مبارزه رو در رو نیست در اون صورت. پس اگه بخوایم قاطعانه بگیم در نبرد بی ابزار گوریل پیروزه و احتمالاً قصد نگهبان باغ وحش هم این بوده که مایک کشته نشه. شما هم اگه بخواین یک نظر قاطعانه بگین، گوریل رو برنده میکنین یا کسی داخل ذهنتون هست که میتونه گوریل رو شکست بده؟ داخل ویدیوی بعدی دنیای عجیب گوریل ها رو بررسی کردیم که حتی بعضی رفتارهاشون سخت باورش، پس اصلا از دستش ندید، مخصوصا اگه حتی ذره‌ای به گوریل ها علاقه دارید. تا ویدیوی بعدی، بدرود.